صفحات شمال ربانی سب چی میگن؟ کشمکش ها اید آمدن، نیروهای پاکستانی های پچل پتنگ، لشکری غافلی بین نیلادن، حملاتی گسترده انجام دادن، اما برعکس مقاومت های ما و شدت ادامه دارد. این از صفحات شمال ادعای نرده. حکمتیارش میگفت در چهاراسیاب میگفت مون بلشه نگورد، مون سچه حکومت گورد که گورد زمون دی ملت پر خلاف تولی توتی ایشندش خو یوازنی لار داده چه دی ملت رای تا مراجعه کنید. زمان پاوینه چه اسلام را جوندی که ایگی سلزله خودی تویش یه هم از رای لطبان رفت ساحه برای تحریک طالبان ماند دیگه. طالبان یکی دادسن بالا میگرزه و یک میدوانه و یکی دادسن پایین، یک مصرع رزی دوزده کدیم، یک مصرع رزی. طالبان چی میگن؟ فمخد خشد تحریک لالی کروان ده، سمرا پا مزا مزا روان ده، سمرا پا مزا مزا روان ده. الله دی ملشد طالب لالی کروان ده، سمرا پا مزا مزا روان ده. سمرا خب همین تو ترانه ازا دیگه دویشار کابل دیگه منده خالی، سرکا خالی سیب همی داد سندوان تن سیب که ببینی سیب زن سونی مرد رفتن نمیتونه، مرد سونی زن رفتن نمیتونه. سیب صرافا وقتی نماز که میشه سیب پیسای 10,000 5,000 سرش یک تیکه نازک آوار میکنه میره و چت در نماز جماعت استاد میشه پس میره یک بوجی دلار هم که اگه هفته دیگه در سرک میبود سیب نر نبود که سونی اون بوجی سیل میکنه سیب سرش خم نمیتونه از ترسی که دیست قدم میشه در قاضی سیدم. یک حکومتی بود سیب یک بیرق سفیدشون حکومت میکرد. با واقعیت دیره ما از نظر دیدیم منتها همین که سید سری نفر 3-4 دفعه نماز میخوند، یک تر ریزا میگه اگه هزارگیز دمی فروشگاه دکان داشت قدمی لغت که دمی کنیش زد گفت آخی مولایی صاحب هفتویش دادیسیش بود چارندام میکرد خودم قشیش موندیدم. گفت مولایی صاحب آخو نو استنجا کردیم بلیازی خدا اگه بار نداری با کون متر واس کنیم کون از متر آخی میلی چارندام کنم نمیلی دیگه صاحب که بلد بند کرد دمیش که زد هفتویش شپا شد ریزا گریخت. رضا که گرفت آلیده وقتا که میبینم گفتم رضا جان چطور بود؟ همون چارندام میگم گمش که مردم هیچ با خدا اگه میخواه مجال نمیداد که آدم موضوع میگیرید. گفتم خوب با هم تیر شد. بازدهی چند وقت پیش دم یک ده محرم الحرام آقای محسنی صاحب یک نصیحت کرد برای این برادرای اهل تشیع. گفت که الان شما دیوانه این بیرقه امام حسین علیه السلام در اهتزاز در آوردین باز لبین شهر کابل با موترا پیشکان میزنین. اشتباه کاملا بزرگیه. اگر شما واقعا دوستدار امام حسین علیه السلام باشین شب و روز قرآن تلاوت کنین، به حق شهدا دعا باید بکنین. الان من نمیدانم شما محفل عزاداری را برپا میکنین و یک جشن عروسی را، بسیار جای خجالتیه مگر چی بچه که قبول کنین ایشی تو. و جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع پیش از که جرگه مشورتی صلح دولت اعلان شد آقای کرزی از مخالفین دعوت کرده بود. با ظاهر عظیمی در ارتباط چه میگفت؟ چند قبل رئیس جمهور از القاعده دعوت کردن که با ما در میز مذاکره تفاهم کنه. پیشنهاد بسیار مقبوله. این پیشنهاد بسیار معقوله مگر از طرف القاعده مکمل رد میشه. این کاملا نمیشه. باز آمد خبرنگار BBC از پیش کرزی صاحب سوال کرد که یک تعداد زر مواد مخدر و کوگنار در افغانستان بسیار از اوجم بالا شده. در ارتباط چی میگی؟ بازی نازنین چپانش شانه کردم مادم میگه بسیار رفتارم رفتار کوکوری میگرد. آمد پشت مایک ایستاد شدم بسیار بود. ما که در خارج میریم یادآوری مواد مخدر میشه. با خدا شرم است، با قرآن شرم است. زر کوگنار و مواد مخدر منبع فساد و عامل تمام جنجال ها در کشور ماست. اگر ما کوگنار را سرنگون نکنیم او ما را سرنگون میکند. اگر ما مواد مخدر نابود نکنیم او ما را نابود میکند. پس به این لحاظ درباره کوگنار جهاد اعلان کردیم. باز خبرنگار گفت او کرده سیب یک تعداد اشخاص نامعلوم مکتب ها را در میته. در ارتباط چی میگی؟ باز زمانش دیدی خورو دشمنان 16 اوسوزوی منج بیا بی جوړو بیا بی جوړو بیا بی جوړو تر هغه وخت پورې جوړو چې زمونږ د دې خورو دشمنان ستړي شي.
باز خبرنگار سوال کرد که اوش کرزی صاحب یک تعداد مردم شهر کابل از محیط زیست شکایت میکنند در ارتباط چی میگی؟ شروال ما تعیین میکنیم سرکار پارا پارا میکنن و ترمیم نمیکنن محیط زیست رسوا کردن آلوده کردن در این نقطه حساس کرزی ملابات است. باز در ارتباط به چیش که کمک به جلا شده بود در ارتباط میگم والله بالله ترسارم او مردم با خدا ترسارم ما نمیخوایم که مرویس در خارج تحصیل کنه معلم خارج دور را درس بیده ما میخوایم که مرویس در کابل درس بخوانه معلم کابل او را درس بیده تمام تحصیلات اولی را در کابل سپری کنه. این واقعیت هست نه کدام دروغ است نه کدام تهمت.